کانال پرفکت نرس خوش آمدین. امروز در مورد روش انجام تست پاپ اسمیر میخوایم صحبت بکنیم. تست پاپ اسمیر یک تست مهم برای تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم هستش که خوب است که برای خانم ها انجام بشه. معمولا این آزمایش رو از کشور به کشور دیگه فرق میکنه، اما توصیه میشه که به صورت منظم حداقل هر 3 سال یک بار تا سن 65 سالگی پاپ اسمیر انجام بشه و بعد از سن 65 سالگی اگه جواب تست های قبلی منفی بود دیگه لازم نیست تا این آزمایش انجام بشه. و همچنین خوبه که در سن بالای 35 سال در حین همزمان که تست پاپ اسمیر انجام میشه تست HPV هم انجام بشه و هر 5 سال هم تست HPV تکرار بشه. این تست در افرادی که سیگاری و یا مبتلا به نقص ایمنی هستن، مثل کسایی که کورتیزون و همچنین سابقه شیمی درمانی یا ایدز دارن، باید سالانه تکرار بشه. شرایط آزمایش هم بدین صورت هستش که حتما خیلی خوب هستش که خانم در مرحله فاز پرولیفراتیو چرخه قاعدگی خودش باشه، یعنی حدود 15 روز 15 چرخه قاعدگی، و همچنین از یک هفته قبلش باید از کرم ها و پومادهای واژینال استفاده نکرده باشه و از 48 ساعت قبلش هم دوش واژینال استفاده نکرده باشه و از 24 تا 48 ساعت پیش هم آموزش جنسی نداشته باشه و حتما قبل از آزمایش پاپ اسمیر هم معاینه واژینال نشده باشه، یعنی هیچ تماسی با سرویکس باید صورت نگرفته باشه. وقتی که تمام این شرایط بود، حالا میریم سراغ انجام آزمایش. برای انجام آزمایش یک سری وسایل لازم داریم که مهمترین اون اسپکولوم هست که بتونیم دهانه واژن رو باز کنیم تا سرویکس رو بتونیم ببینیم، و بعد از اون اسپچولا هستن. اسپچولا دو نوع هستن، یا حالت پلاستیکی دارن یا حالت چوبی دارن. به هر حال هر کدوم از اینها که بود ما میتونیم از طریق اینها ما نمونه رو بگیریم. بعضی اسپچولا سرشان نوک تیز هستن و بعضی اسپچولا حالت پهن‌تری دارن که اینها رو بعدا براتون نشون میدم. و یک وسیله دیگه به نام سایتو برش هستش که ما از طریق اون یک بروس خیلی نرمی در سر اون قرار داره که ما داخل سرویکس میتونیم تا بتونیم سایتو یا همون سلول های سرویکس رو بتونیم از طریق اون جدا کنیم و بتونیم مورد معاینه قرار بدیم که با حرکت چرخشی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. و بعد از اون سلاید ها هستش، چون باید سلول ها رو روی سلاید ها پخش کنیم و به لابراتوار روان کنیم و برای اینکه اونو فیکس کنیم نیاز هستش تا حتما یک اسپری فیکس کننده هم داشته باشیم. پس اینا رو لازم داریم و در بعضی جاها اگه اینها نبود ما مقداری محلول الکل که به خاطر که بتونیم اینها رو داخلش بندازیم میتونیم از اون هم استفاده بکنیم. خب پس مواد مورد ضرورت خودمون رو آماده میکنیم و کنار بستر مریض میبریم. حتما به مریض توضیح میدیم که قراره چه کاری انجام بشه و بعد از اینکه رضایت مریض رو گرفتیم مریض رو در پوزیشن لیتوتومی قرار میدیم. چراغ رو آماده میکنیم، دستکشمون رو میپوشیم. این پروسه لازم نیست تا استریل انجام بشه، ولی باید در حین انجام اون یک پروسه تمیز باشه و ما هیچ تماسی با خود سرویکس نداشته باشیم. خب اولین کاری که میکنیم خب تطبیق اسپکولوم هستش. توی ویدیوهای قبلی در مورد نحوه تطبیق اسپکولوم باهاتون صحبت شده. بعد از اینکه ما سرویکس رو دیدیم شروع به فیکس کردن اسپکولوم میکنیم. وقتی که اسپکولوم فیکس شد اونو محکم میکنیم که تکون نخوره و بعد از اون خب اول از همه یک ارزیابی دهانه سرویکس رو میکنیم. دهانه سرویکس معمولا نباید قبل از پاپ اسمیر هیچ دستکاری بشه، ولی بعضی وقتا هست که خانم خیلی افرازات و ترشحات داره. اگه در این حالت بود در حد فقط با استفاده از یک گاز خشک ما ترشحات دهانه رحم خانم رو پاک میکنیم. گفتم اونم اگه خیلی زیاد باشه و ما نتونیم که دهانه رحم رو مورد ارزیابی قرار بدیم، پس در غیر اون صورت اصلا ضرور نیست که ما این کار رو انجام بدیم. خب دهانه رحم رو میبینیم. گفتیم اگه ترشحات ازا خیلی زیادی داشت حتما با یک گاز ساده پاک میکنه، اگه کم بود مشکلی نداره و همینطور قرار میدیم. اسپچولای خودمون رو میگیریم. گفتیم اسپچولا دو نوع داره، یک حالتی که حالت پهن‌تر و دو شاخه داره و یک حالتی که حالت تیز داره. ببین این قسمت حالت تیز اون هستش که برای این کار ما قسمت تیز رو در داخل سرویکس میکنیم.
و بعد حرکت میده و یه قسمت گفتم حالت پهن داره که قسمت تیزی رو نداره که یا از این طرف یا از اون طرف ما استفاده میکنیم که بهتره که ما زیادتر از همین طرف پهنش استفاده کنیم. مواظب هستیم که به جایی نخوره و مستقیم اون رو به داخل اسپاکولوم داخل میکنیم و در دهانه سرویکس قرار میدیم و به صورت حرکت دورانی 360 درجه دور سرویس میچرخونیم تا بتونیم نمونه ها رو بگیریم. حالا برای اینکه بهتر براتون نشون بدیم دهانه سرویکس رو از خود مدیول بیرون میاریم و در اون قسمت براتون نشون بدیم. ببینید به این صورت یک قسمت از اون اسپاچولا رو داخل عضو یا دهانه سرویکس میکنیم و طرف دیگر رو مکمل 360 درجه میچرخونیم. یعنی باید 360 درجه از همون جایی که شروع کردیم و همون جایی که ختم شده اون رو بچرخونیم. ببینید مثلا از ساعت 12 شروع شده، بر اساس عقربه های ساعت میچرخونیم تا میاریم دوباره به قسمت ساعت 12 و بعد اسپاچولا رو بیرون میکنیم. اگه بخوایم از طرف دیگه اون استفاده کنیم، گفتم حالت تیزتر داره، قسمت تیز رو در داخل سرویکس فرو میبریم و بعد از اون باز هم با حرکت دورانی 360 درجه اونو میچرخونیم تا بتونیم مخاط و سلول های روی سرویکس رو جدا کنیم. بعد از اینکه این کارو کردیم یکی از سلاید ها رو برمی‌داریم تا بتونیم نمونه رو روی سلاید قرار بدیم. خب ببینید بعد از اینکه سلاید رو گرفتیم اسپاچولا رو روی اون یک بار میکشیم. به همین راحتی این باعث میشه که سلول ها از اسپاچولا جدا بشه و روی سلاید انتقال پیدا کنه. سپس با استفاده از اسپری فیکس اون رو چیکار میکنیم؟ فیکس میکنیم. مواظب هستیم که دستمون به روی سلاید اصلا برخورد نکنه و بعد از اون رو به لابراتوار روان میکنیم. خب حالا ما سایتو براش هم داریم که از این هم باید استفاده کنیم که خیلی خوب هستش، به صورت عمقی تر سلول های اون رو بررسی میکنه. به این ترتیب هستش که سایتو براش رو میگیریم و در قسمت داخل دهانه سرویس قرار میدیم تا جایی که براش ها کامل داخل بره و باز هم به صورت دورانی 360 درجه اون رو میچرخونیم تا بتونه سلول ها رو از قسمت داخل دهانه سرویس با خودش همراه داشته باشه. بعد از اون بیرون میکنیم و باز هم یا به روی سلاید میکشیمش و بعد فیکس میکنیم به لابراتوار روان میکنیم، یا اینکه داخل همون محلولی که گفتیم اکثرا بیس اون الکل هستش این رو میشکنیم و داخل اون قرار میدیم و بعد به لابراتوار روان میکنیم. حتما لیبل بزنید تا که مریض بفهمیم کدوم مریض هستش. بعد از اینکه این کارو کردیم دیگه پروسه تمام میشه. لازم هست تا ما اسپاکولوم رو بیرون بکنیم. خب به همین راحتی. خب تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. لطفاً با لایک و کامنت از کانال حمایت کنید. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون.